سلام بچه ها، خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه. خدا کنه صدا بیاد. ولی خب امروز اومدیم که دوباره شروع کنیم از اول تو یوتیوب فعالیت کنیم. از اول میخوایم دوباره شروع کنیم چون حالا برش کن. از اول میخوایم شروع کنیم و برای اینکه از اول شروع کنیم میخوام بگم که صورت منو که دیدیم، خب از اول شروع کنیم. با ماسک میاییم. آره با ماسک. حالا امروز اومدیم 10 تا از بهترین بازی‌های PS4 را معرفی کنیم. بریم معرفی کنیم. اولین ویدیو نیست. بریم. خب آقا سلام، بریم معرفی کنیم بازی هورزان زیرو داون. انشالله که درست میگم. یه بازی خیلی باحال تو سبک اکشن نقش آفرینی که سال انتشارش هم 2017 بود. سازندش که سونی بوده. بعد نمره 89 رو آورده. این بازی هم خوبه، پیشنهاد میکنم که بازی کنید. خب بازی بعدی گاداوار رگناراک و گاداوار 2018. این دوتا خیلی خوب بودن و نمره 94 رو آورده. آقا فکر همه گاداوار رو میشناسیم. بریم، من گاداوار رو همه میشناسم. The Last of Us 2 2020 اومده. خیلی بازی عالی زیباست تو سبک زامبی که خیلی هاتون هم میشناسید و نمرش هم 93 بوده. اگه گیم پلی نمیذارم و فقط تلی میذارم ببخشید. بریم سراغ بازی بعد. مارول اسپایدرمن، یکی از بازی مورد علاقه خود 2018 اومده. خیلی باحال، خودم پیشنهاد میکنم بازی کنید، خیلی حال میده. نمرش 87 و بازی کنید. بازی بعدی The Last Guardian. سخته من. حالا سال انتشار 2016. اسمشون رو می‌نویسم. سال انتشار 2016 بوده. یه بازی باحال تو سبک دو بعدی گرافیکی. اونجوریه که حال میده بازی کنید. دو بعدی گرافیکی انگار سه بعدی. آره همونطور. و نمرش هم 82 بوده. این بازی خودم میشناسم، فقط اسمش سخته، مینویسم براتون تو ادیت. آره سال انتشارش 2016 بوده. خیلی باحال، فکری، خودم هم بازیش کردم، حال میده. نمرش هم 85. بازی آنچاردد 4، اینم خیلی باحال و سال انتشارش 2016 بوده. خیلی هاتونم میشناسین آنچاردد تو. یه بازی فکری و اکشن و ماجراجویی و اینجوری. نمرش هم 93. بازی بلاد برون. یه بازی باحال اکشن نقش آفرینی یه جور. آره دی و بریم همدیگر بکشیم. همدیگر رو اول بریم بکشیم کلا. انحصاری ایکس باکس نداره و نمرش هم 92. و بازی Red Dead Redemption 2 که همه میشناسه، گرافیکش از بازی های الان هم بیشتر. سال انتشارش 2018 بوده. سازنده راکستار. نمرش 97 بوده. خیلی خوبه، میشناسن بازیشون. و بازی آخر، محبوب ترین بازی GTA. آره دیگه GTA همه میشناسن دیگه، نیاز به معرفی نداره. GTA همه میشناسنش. راکستار ساخته. 97 نمرش هم. و آره اینم از بازی امروزی که بهتون معرفی
چون PS4 داره باز نشسته میشه اینا معرفی کردم که بازی کنه نداشتن. بعد خب بریم الان تو دوربین میام بیستون. سلام دوباره. آره این از این ویدیو بود، از این ویدیو ها نه این ویدیو امروز بود. هر هفته جمعه ها ویدیو داریم دیگه. من باید فعالیت شروع کنم. بله اسم کانالم دایره هست که شب ببینید بعد این ویدیو. دایره اینم از این ویدیو که 10 تا بازی، من 10 تا بازی PS4 بود. ببخشید که کوتاه بود ولی خب من تریلراشون رو براتون میارم، اسماشونم میسم که نوشتم. البته شما دیدین ولی من تو ادیت دارم. آقا شما به شما میگم شما دیدین دیگه. حالا شایدم هیچی ولش کن آقا. این از این ویدیو بود که حال داد به خودم. البته تو ادیت حال نمیده و اگه خوش اومد لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید که ما کانالمون رشد کنه. ممنون. و آره اینم از این ویدیو. ما رفتیم. بای بای.